به شهر شوش در استان خوزستان اومدیم. شهری که اسم باستانیش سوزا بوده، شهری که یه جورایی میشه گفت شناسنامه مردم ایران زمین هستش، شهری که بهش گهواره تمدن ایران زمین میگن. اومدیم به مهد تمدن ایران زمین در استان خوزستان، به شهر شوش، شهر باستانی شوش که آثار بسیار جالب و بسیار تاریخی و باستانی رو در خودش جای داده. آثاری از حدود 6-7 هزار سال قبل تا به الان. در تپه های آکروپول و آپادانا در شهر شوش هستیم. گفته میشه که اینجا در یک زمانی زیباترین کاخ دنیا بوده، کاخ آپادانا، کاخی در زمان داریوش بزرگ حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح بنا شده. منتها الان چیز زیادی از این کاخ باقی نمونده، به غیر از یه سری ته ستون و تعداد خیلی کمی سرستون از این کاخ چیزی باقی نمونده و آثار مکشوفه از کاخ آپادانا اکثرا در موزه لوور فرانسه هستن و یه سری آثار کمتر هم که در موزه شهر شوش هستن. این سایت یکی از ارزشمندترین و تاریخی ترین سایت های ایران و شاید دنیا هستش. کاخ آپادانای شوش و تپه های شوش رو اگر بیان به شکل یک کیک در حقیقت این زمین ها رو ببرن، به دوره های تاریخی مختلف از 4000 سال قبل از میلاد مسیح میرسن تا به الان. و خیلی جالبه که در زمان داریوش بزرگ که تصمیم گرفته میشه این منطقه ساخته بشه و این کاخ ها ساخته بشه، در حقیقت میان کاخهای زمستانه هخامنشی رو روی بقایای آثار تاریخی و کاخهای دوره ایلامی قدیم و دوره ایلامی جدید میسازن و به این علت هر قسمتی رو در تپه‌های شوش کاوش بکنید حتما به یکی از آثار باستانی اون دوره برخواهید خورد. پشت سر من آثاری هستش که در یک دوره مربوط به شهرهای ایلامی بوده. ایلامیان حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح تصمیم میگیرن که شهر شوش رو برای یک جانشینی و سکونت انتخاب بکنن و به این علت هست که شوش یکی از اصلی ترین مکانهای تمدن یافته و یک جانشین مردم در دوره باستان هستش. بعد از اون آشوری ها میان و با ایلامی ها وارد جنگ میشن و ایلامی ها رو شکست میدن و مدتی بود که این مناطق دست آشوری ها بود تا در نهایت دیاکو که پادشاه مادها بود میاد با آشوری ها وارد جنگ میشه و تپه های شوش به دست سلطنت قدرتمند مادها و دیاکو و بعد از اون هوخشتره میافته. کاخ آپادانا در حقیقت محلی بوده برای سازمان ملل، برای نشست سران کشورهای مختلف و سفرای کشورهای مختلف که در دوره هخامنشی به اینجا دعوت می شدن. داریوش بزرگ وقتی که تصمیم میگیره اینجا رو به عنوان کاخ زمستونه بسازه، خیلی از جلسه ها و گرد همایی هاش رو در فصل زمستان، چون اینجا مناطق گرمسیری بوده، در تپه های شوش برگزار میکرده. جایی که الان هستیم تالار بار عام کاخ آپادانا هستش و یکی از اصلی ترین قسمت های کاخ زیبای شوش هست. در کنار یکی از سرستون کاخ هستیم و شما فکر کنید روی همه این ستون ها 2 تا گاو میبینید، کله 2 تا گاو که اینها پشت به هم دیگه هستن کله ها و روی تقریبا 72 تا ستون در کل مجموعه و 32 تا ستون در قسمت تالار اصلی این سقف ها به شکل گاوهای 2 سر بوده و چه ابهت و عظمتی اینجا بوده. فقط میتونیم این رو تصور بکنیم و امیدواریم که در آینده شرایطی پیش بیاد که بتونن کاخ آپادانای شوش رو شبیه سازی بکنن تا از همه دنیا بیان و در حقیقت شکل اصلی این کاخ رو که مربوط به حدود تقریبا 2500 سال پیش میشه رو بازدید کنن.